با نام و یاد خدا. داستان واقعی مردی که میخواست با یه دختر سطح بالا ازدواج کنه، اما توی خونه همکارش چیز عجیبی رو دید. اسماعیل سال آخر دبیرستان بود و توی حومه شهر زندگی میکردن. بعضی ماهیشون ضعیف بود و 4 خواهر برادر بودن. اسماعیل همیشه از این وضعیت ناراضی بود. وقتی هم که بعضی از دوستاشو که وضع مالیشون خوب بود میدید، تفریحات آنچنانی میرفتن و لباسهای جور و جور میپوشیدن، از وضعیت مالی خانواده خودش خجالت میکشید. به خاطر همینم خیلی درس میخوند و از همون روز اول تمام تلاش و تمرکزشو گذاشته بود رو این که موفق بشه و بره سر کار و یه کار خوب داشته باشه تا بتونه از اون محله و از اون وضعیت مالی بد خانواده‌اش خلاص بشه. چند سال گذشت و اسماعیل بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه با یه رشته خوب رفت سر کار. مادر اسماعیل هم یکی از دخترای همسایه خودشون که رعنا اسمش بود و واقعا دختر خوبی بود رو برای پسرش نشون کرده بود. البته اسماعیل خبر نداشت، ولی مادرش با دختر صحبت کرده بود. یه روزم به اسماعیل زنگ زد و به بهانه اونو کشید خونه. دختره رو هم صدا کرده بود خونهشون که همدیگر رو ببینن. اما اسماعیل اینقدر عصبانی و ناراحت شد که با عصبانیت به مادرش گفت من اصلا قصد ازدواج ندارم، اونم با دخترای این محله. من اصلا این دختر رو دوست ندارم و نمیخوام باهاش ازدواج کنم. برای اینکه کاری سره بشه و دیگه مامانش اصرار نکنه و سراغ نگیره، رو به دختر کرد و بهش گفت خانم من هیچ علاقه‌ای به شما ندارم. پس حرفای مادرمو جدی نگیرید و برید به فکر زندگی خودتون باشید. من اصلا قصد ندارم با دختری از این محله ازدواج کنم. بعدش هم با عصبانیت از خونه رفت بیرون. رعنا خیلی ناراحت شد چون اصلا انتظار این برخورد از اسماعیل نداشت. اما چون دختر خیلی خوب و خوشقلبی بود، برای اینکه مامان اسماعیل ناراحت نشه گفت خاله جان اشکالی نداره، ازدواج که زوری نیست. بعدش هم خداحافظی کرد و رفت. یه سالی گذشت و اسماعیل با دوستای به قول خودش سطح بالایی که داشت رفت و آمد داشت و باشون مهمونی و مسافرت میرفت، تا اینکه یه روز توی یکی از اون مهمونی‌ها با یه دختر به اسم شراره آشنا شد. شراره دختر زیبایی بود و همون جوری هم که اسماعیل میخواست سطح بالا بود. خانواده پدرش پولدار بودن و از همون اول عادت کرده بود به مهمونی و مراسم و مسافرت رفتن. اسماعیل هم با خودش گفت این همون دختریه که میخوام. برای همینم یکی از دوستاش که آشنای شراره اینا بود رو واسطه کرد و باش حرف زد. انگار شراره هم از اسماعیل خوشش اومده بود و تصمیم گرفتن که ازدواج کنن. اسماعیل به مادرش زنگ زد و ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد. مامانش اصلاً راضی نبود، اما چون میدونست اسماعیل کوتاه نمیاد مجبور شد قبول کنه. به خواستگاری رفتن. خانواده شراره از اسماعیل خوششون اومد، اما مادر اسماعیل اصلاً از رفتار و برخورد و لباس پوشیدن شراره خوشش نیومد. وقتی هم اومدن خونه برای اینکه پسرش ناراحت نشه هیچی نبود. بعدم مراسم نامزدی و عقد رو گرفتن. اسماعیل خجالت میکشید شراره رو ببره خونه پدرش، اما وقتی مادرش زنگ زد و اصرار کرد رفتن. شراره با دیدن اون محله و اون خونه خیلی بهش برخورد و یه جوری رفتار میکرد که انگار به کلاسش برخورده. بعد مدت کوتاهی هم رفتن محصل و رفتن سر زندگیشون. اولای زندگیشون خیلی خیلی قشنگ بود. نزدیک 3 ماه هم بود که یه همکار جدید به اسم آقای حسنی اومده بود اداره اسماعیلینا. مرد خوب و محترمی بود. اتفاقا توی این مدت کوتاه رابطش هم با اسماعیل خیلی خوب بود. البته رابطش با همه کارمندا خوب بود، اما چون با اسماعیل توی یه اتاق بودن بیشتر به هم نزدیک می شدن. بعد یه مدت کوتاه مهمونی رفتن و تفریحات شراره داشت کم کم اسماعیل رو ذله می کرد. یه روز تفریح مجردی با دوستا، یه روز دور همی با دوست، یه روز مراسم فامیل دور، یه روز مراسم فامیل نزدیک، یه روز خرید، یه روز تعویض وسایل منزل. اسماعیل خیلی خسته شده بود. راستش خیلی دلش بچه میخواد، چون 1.5 سال از زندگیشون میگذشت و هنوز بچه نداشتن. برای همینم یه شب شروع کرد با شراره صحبت کرد. بهش گفت که یه بچه داشته باشیم که زندگیمون رنگ و بوی تازه و شیرین تری بگیره.
اما شراره اصلا قبول نکرد و به اسماعیل گفت که آمادگی مادر شدن و بچه دار شدن رو اصلا نداره. اسماعیل عصبانی شد و بینشون بحث پیش اومد. اما شراره کوتاه نیومد و اسماعیل هم دیگه حرفشو نزد. جدیداً اسماعیل توی اداره کلافه و ناراحت بود. اما برخلاف اون آقای حسنی همیشه پر انرژی و خوشحال بود. یه روز برای همکاراش کلوچه‌هایی که همسرش پخته بود را آورد. تمام اداره از مزه اون کلوچه‌ها تعریف می‌کردن. بعضیاشون هم می‌خواستن دستور پختشو بگیرن. اسماعیل به آقای حسنی گفت میشه یه سوال ازت بپرسم؟ آقای حسنی گفت بفرما. اسماعیل گفت چجوریه که از وقتی به این اداره اومدی و با هم آشنا شدیم همیشه پر انرژی و خوشحالی؟ آقای حسنی به اسماعیل گفت راستش همسرم بهشت زندگی منه. همیشه فضای خونه رو آروم و راحت نگه میداره. روزایی که خیلی خستم و میرم خونه اینقدر آرومم میکنه که من با دیدنش تمام خستگی از وجودم میره بیرون. حتی بیشتر وقتا بچه‌م هم آروم نگه میداره که من بتونم استراحت کنم و همیشه خدا رو به خاطر داشتن این همسر خیلی خیلی شکر میکنم. اسماعیل نگاهی به آقای حسنی کرد و گفت خوش به حالت. من که حتی تو حسرت یه بچه‌م موندم. آقای حسنی پرسید چرا؟ شما که جوونید ماشاءالله. اسماعیل گفت همسرم راضی نیست و فعلا خیال مادر شدن نداره. آهی کشید و دیگه بقیه چیزا رو نگفت. انگار اسماعیل کم آورده بود. دیگه از اون مهمونیای سطح بالا لذت نمی برد و اتفاقاً برعکس اذیتش هم می‌کرد. مهمونی رفتن‌ها و رفت و آمدای بیش از حد شراره. اسماعیل واقعاً خسته شده بود و دیگه توانی براش نمونده بود. هزینه‌های بیخودی که روی دستش گذاشته شده بود. خیلی خسته بود اما با وجود این باز شروع کرد به صحبت کردن با شراره. اما شراره حرفش همون بود و انگار زنی بود که نمیخواست حالا مادر شه و نمیتونست عادتهای قبلیشو تغییر بده. یه روز عصر اسماعیل و شراره خیلی با هم بحثشون شد. شراره به اسماعیل گفت تو اول اومدی دنبال من، تو منت منو کشیدی، الانم من نمیتونم از خودم بزنم به خاطر تو. اسماعیل با عصبانیت از خونه زد بیرون. رفت نشست توی کافه نزدیک اداره‌شون. اینقدر توی فکر بود که یکی دستشو گذاشت روی شونش. وقتی به خودش اومد دید آقای حسنی همکار خوده. آقای حسنی میدونست که ناراحته. بعدش هم با اصرار اسماعیل رو برد خونه خودش. وسط راه هم به خانومش زنگ زد و گفت که دوستم امشب مهمون ماست. وقتی اسماعیل با آقای حسنی وارد خونه شد، خانم آقای حسنی به استقبالشون اومد. چشم اسماعیل که به خانم آقای حسنی افتاد از تعجب خشکش زد. آره، رعنا بود. همون دختر همسایه خونه بابای اسماعیلینا. همون که اسماعیل آخرین بار خیلی باش بد حرف زده بود. به گرمی ازشون استقبال کرد و بعد احوال پرسی رفت چای و اسماعیل وقتی به طرز برخورد رعنا با آقای حسنی نگاه میکرد و اون فضای گرم داخل خونه‌شون رو میدید و اون بچه شیرین که بغل آقای حسنی بود بغضی توی گلوش بسته شد. رعنا شام خوشمزه‌ای پخته بود. اسماعیل هر لقمه‌ش رو به سختی قورت میداد. فضای داخل خونه‌شون اینقدر گرم و صمیمی بود که اسماعیل باورش نمیشد چیا از دست داده. بعد شام هم اسماعیل برگشت خونه‌شون. الان 4 ماهی از اون موقع میگذره و انگار شراره و اسماعیل دارن به طلاقشون نزدیک میشن. در حالی که رعنا بچه دومش رو حامل است و آقای حسنی برای دومین بار داره پدر میشه. گاهی اوقات انسان به خاطر زیاده خواهی چیزای ساده‌ای رو از دست میده که بعداً حسرت اون چیزای ساده روی دلش میمونه. پس مراقب خواسته هامون باشیم. دوستان و همراهان گرامی، سپاس از نگاه قشنگتون. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتونم معرفی کنید و از ما حمایت کنید. و نظر و پیشنهادهای قشنگتون رو برای من کامنت کنید. روز و روزگار بر شما خوشبخت و اقبالتون بلند و شما رو به دستان مهربان خداوند بزرگ می سپارم.